ما یکی کار و فعالیتم شهرت از طرف افغانستان سر شد. نمیترسیدید چون وضع افغانستان خیلی ناآرام است، اونجا جنگ است، پیوسته ناآرامی است، شما هنرمند با نو نمیشد که از اونی که مثلا 8 سال 10 سال در طربخانه فعالیت کردید همون در یک لحظه در یک شب میافتید؟ بعد پسرچم به دنیا اومد دیگه توزر پسرچخ سرگردونه. یعنی که از افغانستان اومدید اینجا به شوهر برام؟ بله راستیگه ما پیش از شوهر ما گرفتن من میشناختمش. برای اویله شیدن میتونید که ترک صحنه کنید؟ باران شب غوغا کند برگذر، با پنجه و بال میزند بامو به بامو در بدر. گویا که شما شوهر افغان کرده اید، از همین خاطر زود زود به افغانستان می روید و با او زندگی میکنید. اگر شما فربه یا خراب شدن میخواهید، اگر موی سر شما میریزد و یا ریش خود را زیاد کردن میخواهید و یا در بدن شما سفید شوی پوست دیده میشود، پس به شرکت داروسازی صاف سودا مراجعت کنید. شما میتوانید معلومات مفصل را درباره داروها با زبان تاجیکی از سامانه صاف سودا تاجکرو دسترس نمایید. درود بیننده عزیز، هوادار صوت و نوا، مهمانی که این نوبت به استودیوی خود دعوت کردیم، بانوی هنر، نظر به تاجیکستان، مخلصان و هواداران هنرش در جمهوری اسلامی افغانستان زیاد هستند. ما ترانه های او را پیوسته طریق شبکه های تلویزیونی افغانستان تماشا میکنیم و مهمان ما هستند در برنامه چهره آشنا بانوی هنر مدینه سعیدزاد. مدینه بانو رو به برنامه خوش آمدید میگوییم و سال نو میلادی که در پیش استاده است تبریک میگوییم به شما. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. زنده باشید، سلامت باشید. و برای بسیار مخلصان عجیب است که یک تن هنرمند تاجیک، یک تن بانو، چگونه که ما میدونیم طول چندین سالها در جمهوری اسلامی افغانستان کار و فعالیت میکردید و میخواستیم فهمیم که با دعوت کی و کی به جمهوری افغانستان سفر کرده بودید؟ پیش از همه السلام علیکم به تمام مردم تاجیکستان. به نهایت مردم خدمت دوست می‌دارم. بدونی که من در دیگر شهرها فعالیت کردم، خیلی میگم که خیلی که با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده است. من یکی کار و فعالیتم شهرت از طرف افغانستان سر شد. وقتی که به اوجه دعوت شدم یک دو کنسرت برگزار کردیم، بعد دعوت شدم در یک رستوران کلان، یک مهمانخانه خوبه که در اونجا فقط خارجی بود. در کدام شهر افغانستان؟ در شهر کابل، در همون شهر مرکز. بله. مرکزی افغانستان. بله. در او افغانستان هم میدونید که شما ملتش زیاده، چند نمود خلقیت از زبان است و یک چند همی زبانشون هم میدیدم در ممر خیلی چی بود؟ عجیب بود. میفتوی من زبانی ها اگر بخونیم سرده چی میشه میتونسته باشم تلفظ کرده که خونده ایودش میتونسته باشم، برای هم خیلی کم کم مشق کردیم تونستم یک دسته سردی با زبانی پشتو خوندم که خوشبختانه در اونجا با گفتی خیلی شلیک گرشید و تمامی پشتو زبانان و مردم افغانستان و چی بیرون از افغانستان امی سروده بسیار گوش میکنن. یک رقص اتن دارن، یک رقص ملی دارن. خیلی که ما خمون رقصای در فرهنگ خمون رقص فرهنگ همه خودمون داریم او هم دارن. همین سروده یک خیلی میکس کردیم در تاجیکستان همراه استاد اهلدین دولتов آهنگساز و دوستی بهترین و اکای عزیزمان که بسیار در جغده صنعت به ما کمک میکنه. همین یک ایده خوب اومد، همون سروده گرفتیم نیم آمیخته کردیم، روش سبک اسلوب خودمون و طرف با همراه پشتو زبانش چی شود آمیخته شود و همین خیلی هم کردیم با یک کلیپ خوبم آماده کردیم در کابل
که رقص اتن میگن. در اون جمع خطا نکنم دو مرد نیست 4-5 کسه مویهای دراز بله دارن. بله. برای چی؟ و رقاص هستن هم رقص های اتنی که دوران و در باید حتما مویهای همون دراز باشد هم خیلی بوده رسم عادتشون هم بوده که موهاشون باید دراز باشه. رقص اتن باید نمیگیردی که من میخوام در گیردی من تو میخرم رقص میکنن دور میزنن این باید هم خیلی رقص کنن همو بله. و هم خیلی هم کردن دعوتشون کده و اونا که میبینین چه خیلی که میبینین همو سرود به تمام مردمی همجا خوش آمدگیه. و کی بودن اون نفره که باری اول شما رو دعوت کرد به افغانستان؟ یگان هنرمند بود، یگان تاجر بود، یگان پرودیوسر بود؟ یک هنرمند بود، هم سپانسر بود، هم پرودیوسر بود. همونی که کنسرت های کلون برگزار میکردن از تاجیکستان دعوت میکردن رفتیم یک کنسرت. کدام سال بود؟ اولی رفتگی یکم با رفتگی 2008. و چند سال اونجا موندید باری اول؟ تسیز دعوت میکردن، یکم کنسرت میرفتم، یکم شب نشینی دعوت میکردن میرفتم میومدم. من بسیار زیق میشم در اون طرفات مملکت خیلی که دوست میدارم کدام شهر میرم همین یک ماه زیاد نمیتونم ایستادم. نمیترسیدید چون وضع افغانستان خیلی ناآرام است اونجا، جنگ است، پیوسته ناآرامی است، شما هنرمند با نو نمیترسیدید میرفتید در راه مانع ها نمیشد؟ نه اگه تو همین چند که در اونجا بودم اگه خیلی مشکلیایی که میگین شما نبود. بعد اون مملکت هم مملکتی نیست که مثال شما تصور میکنید. خیلی ها بیچاره اینا چند سالی که ما همین سنی سالی موقت جنگه لیکن باید زندگی کنی بیچاره خرسندی میکنن این طرف مرگ و مرده دارن کسلی دارن انسان باید زنده باشه نه زندگی باید کنی و ما هم وقت همسایه نزدیک خوب آرزو میکنیم که هم وقت تنج باشن آسوده باشن. برای گرفتن من روادید یا اینکه ویزا میگن مشکلی دچار نمیشد؟ نه برای چی اون که ایو طرف دعوتنامه به من روان میکنم جواز کاری پتنت داشتم من همه چیزایی که دولتی که بود قانونی کردم من قانونی رعایت میکنم همه کارا پیش از اونجا در طرفخانه فعالیت میکردی؟ بله شبانه بله. و در کجا زندگی میکردی؟ در همو گستینسه در همو مهمانخانه زندگی پایین جای کار بود بالا جای زیستمون بود. یعنی بار اول سال 2008 رفتیم. چند مدت استودید باز آمده؟ باری اول رفتم یک هفته استودم هم 2-3 کنسرت گذراندم پس اومد. بعد دیگه هم خیلی فعالیت که اونجا سر کردم دیگه دعوت کرده انگلیستان کنسرت. هم از زیاد چند سال استودید؟ آخران باری که شرطنامه داشتم همراه همو گستینسه که کار میکردم هم مهمانخانه یا طرفخانه یک 4 سال فعالیت کردم. 4 سال با تاجیکستان 4 سال نیومدی؟ نه میومدم چرا؟ میومدی باز میرفتی؟ 2 ماه کار میکردم میومدم تاجیکستان 1 ماه میستادم. یا 3 ماه میستادم اونجا میومدم 1 ماه دیگه میستادم. خیلی بسیار نمیتونستم استاد. فرقیتی طرفخانه ها یا مهمانخانه ها یا مهمانانی که در افغانستان هستن از طرفخانه های ما در چی بود؟ مثل ما هستن یا اینکه فرق میکنن؟ مثلا رقاصه های اونجا طرز لباس پوشیشون مانند ما است یا اینکه دیگر است؟ چون اونجا دولت اسلامی است. بله راست فرقیت بسیار فرقیت داره. دولت اسلامی نیست. رقاصه هاشون لباس معمولی میپوشن. خیلی نیست. دولت اسلامی اونجا هست اینجا دولت دموکراتی اخر وقت طرفخانه میدوریم اینجا رقاصه ها آزاد رقص کردن حافظه خونده است اونجا این کارا ممکن نیست. یک طرف زنا میشینه یک طرف مردا. رقاصا عموما در استیج در صحنه ندارن رقص نمیکنن. وقتی زن سراینده میخونه. سراینده زن هم که باشی میخونی سطر میپوشی. خیلی باید اگر خارجی باشی رعایت میکنی فرهنگی اونو دا رعایت میکنی. خیلی فرهنگی باید مملکتی باید ما باید رعایت کنیم. باید حتما رعایت کنیم. من رعایت میکردم شخصا. و یک وقتا آوازه ها بود که گویا که شما شوهر افغان کرده اید از همین خاطر زود به افغانستان می روید و با زندگی میکنید و نیتی در افغانستان بودن داشته اید. این آوازه ها حقیقت داشتن؟ نه حقیقت نداشتن. خیلی مرم که می بودم یکم کس دیگه میگفتن هم خیلی فکر میکردم. از بس که ما بسیار میرفتم میومدم مردم نمیدونستن که ما کار و فعالیت میکنم بوجه قرارداد داشتم. بعدم خیلی گپا شد و گوشی خدمم رسیده بود. این گپا رو فهمیدم مرا.
یعنی شما هنوز شوهر نداشتید که به افغانستان سفر کردید؟ بله بله. نمی ترسیدید بس شما شوهر نداشتید در طرف خانه میانی مردان زیاد شاید که سلاح به دستون بیاین شاید که طالبان بیاین بعد شما همچون یک صنعتکاری که هنوز شوهر نکرده اید باری بودن حالتایی که به شما یگان نفر فشار آورده باشد یا حمله کرده باشد؟ شخصا به من نبود حمله ها وجود تگ نظارت پاسبانا یا پاسبانا بود اما نفری که دعوتمون میکرد حمایت میکردن اونجا بله به حمایت نمیشه اونجا خیر حمایت داشتیم اونجا دلم پر بود که در اونجا بودم دلم که پر نمی بود نمیرفتم اونجا برای چی این سوال رو من دادم برای اینکه بودن هنرمندان تاجیکی که به افغانستان با دیگر نیت و مقصدهای غرضناک سفر میکردن و آوازه های اونها حتی می اومد به ما رقصه ها حتی بعضی از هنرمندان بانوی ما از این خاطر من از شما سوال کردم من که دیگر را کن نمیفهم خیلی هر کس جوابی چه باید بتیم من تو چند که در همونجا ایستادم یگان انسان های مرا بدی نمیگیره چه مردم افغان باشد چه پشتو زبان باشد چه هزاره باشن تمام مردم مرا دوست می‌دارن همچون صنعتکار یعنی شوهر افغان نکردید؟ نه. برای چی نکردید؟ پیشنهاد کرده بود یگان کس؟ بله پیشنهاد زیاد بود. بعد برای چی قبول نکردید؟ او وقت در فکری شوهر کردن نبود فقط فعالیت باید صنعت خود باید پیش ببرد. میگویند که در افغانستان زن گرفتن خیلی گران است قیمت است. بله راست. مبلغ زیاد به دست می آورده شاید به شما خانه میدادن در دوشنبه شاید خانه میخرید. ما خوشبختی را در پول مال نمیبینیم. ما خوشبختی را در پول مال خودم دریافت کردم. حساب صنعتم حساب به مهنت حلال همون چیزی را که میخواستم خداوند داد مدد. نمیشد که از اونی که مثلا 8 سال 10 سال در طرف خانه فعالیت کردید همون در یک لحظه در یک شب میافتید؟ نه. مقصد شما پیش بردن زندگی مبلغ به دست آوردن بود به خاطر بهتر کردن زندگی خود رفتید همین خیلی بود؟ بله بله. خیلی نمیشد که میگرفتید همون یک افغانه فرقش هم فرهنگ هم زبان و هم دین هموین هستن با ما. درست میگه لیکن ما با اون مقصد نرفته بودم اونجا با مقصد کار و فعالیتم پیش بره. ما زندگی را شخصا زندگی شخصی که من خودم دارم در پول مال نمیبینم. او خوشبختی نمیاره پول مال. ممکن بیاره برای بعضی ها مثال هوس میکنن این خونه رو داشته باشن ماشین داشته باشن همون ای وقتش نداشتن و کمی چیزا میخوان لیکن ما در اویله سر پر کلان شدگیم سر پر به وای رسیدگیم پدری خوب داشتم که ما رو هیچ وقت نمونده ما خور شویم گشنگی را من نمیدونم ندیدم چیه پدرم که کارگری خوب که بود همه چیزا رو ما خوردی دیدیم چشم گشنه نیست مرا چشم گشنه هم نبود. و با هنرمندان افغان رابطه همکاری داشتی؟ با کی ها مثلا؟ در همون جایی که ما فعالیت میکردم یک طرفخانه‌ای بود که خارجی انسان میخوان ما بودم با اونایی که خارجی میگفتن ما بودم بسیار آوازخانه‌شون پیش من میومدن قدیم هم صحبت بسیارشون شدگی کدومی که در افغانستان هستم همراهی همش ما هم صحبت شدگی. دویت نخوندین با یگان هنر؟ نه متاسفانه نخوندم. برای چی؟ بسیاری از هنرمندان ما مثلا کوشش میکنن که دویت خوانده باشن. خیلی مثلا فیروزه حفیظ و مویره طاهری مثلا سرایدن، شبنم سورایی سرایدن، منیژه دولت و حتی من نمیتونستم سرایده. برای چی کجا ما کنترکت اجازه نداشتم که در بیرون بیهوده سرپرستتون نمیمون. بله در بیرون برام بیهوده شاید رشت میکرد شما رو دوست میداشته است. نه بعد به تاجیکستان کی اومدید؟ به تاجیکستان 4 سال میشه در تاجیکستان هستم. اومدید. برای چی دیگر نرفتید به افغانستان؟ بعد افغانستان اومدم رفتم اوکراین ادیسا دیگر جایی که رفتم کنسرت برگزار کردم بعدی به مسکو رفتم دیگه همین اومدم در تاجیکستان راستیگه ای گشتن زیاده که دیگر در دولت ها گشتم وطن خودم بسیار یاد میکردم دیگه نخواستم برم. بعد پسرچم به دنیا اومد دیگه تازه را پسرچه سرگردونه. یعنی که از افغانستان اومدید اینجا به شوهر برام؟ بله. چند سال شد؟ 3 سال میشه. 3 سال به شوهر برآمده. شوهری تاجیک. بله.
در دوشنبه زندگی میکنید. بله. و یک زمان ما شما رو در تلویزیون طلوع تماشا کرده بودیم. میخواستیم فهمیم که با تلویزیون طلوع چه خیلی راه یافته، چون با اونجا راه یافتن و برآمد کردن خیلی دشوار است مثل تلویزیون های ما. در اوجا که چه شما را فهمم در یک تلویزیون طلوع نشر شدگی نیستم. تمام شبکه‌هاشون دعوت کردگیان زنده باشن. تمام کلیپ هایی که من دارم در تمام تلویزیونشون نشر میشه و شب روز میره. با مخصوصا همین کلیپ های پشتویی که من آخرون وقتایی که تشکیل کرده بودم اما همش توضیح میره در بین تمام تلویزیونشون بسیار عیبت. طلوعش هم دعوت کردن، کلیپ ها را بردن نشر کردن. فقط با دعوت رایگان؟ بله. پول نمیگرفتن؟ نه. در ما چی؟ در ما خیلی که به همگان معلوم میگیرن ها؟ این اختنا سند کنه نمیدونم. بله. نسبت آنی که گفتید به شوهر برآمدید و خوشبختانه صاحب یک پسرچه شدید. بله. شوهرتون چگونه شما رو دریافت؟ بعد از اینقدر مدت طولانی که شما روی صحنه بودید به شوهر باری هم نبرآمده بودید، انتخاب چگونه شد؟ شما رو دریافتند یا شما رو دریافتید یا کسی برای شما پیدا کرد؟ راستیگر پیش از شوهر ما گرفتن من میشناختمش. راستیگر میشناختمش خیلی نزدیک نبودیم. رنگی رفیق السلام علیکم خیر همین خگه بود. احساس میکردین که همون شوهر ما میشه؟ نه. من برای چه وقت بند بودم فکر خیالم فقط در ایجادیات صنعت خودم بود. میخواستم که همون وقت صنعت ما پیش بره. بعد چگونه اظهار محبت کرد بار اول به شما؟ خیلی اکا همی توجیکوی خمون چه میره تاگی تریزات نگاه میکنه تاگی درد میره و تاگی چی میگن بام میره و نگاه میکنه پیش راه دم است دیگه. هم خیلی شید جورا بدم خیلی دیدم گفتم بیس کم نصیب تقدیر ما همین انسان بوده بگیرم شک. چند مدت پیگیر کردن شما رو از با قوله از خفای شما دویدن یاد دارید؟ اکبر چپانه شد و خفای ما دوید. ما که وقتی که گرفتم با کاری کرد که ما خفای بودم. با شما خفای و میدوید. اکم خیلی شیدیم رنگی که خیلی شیدسته. یاد دارید همون بار اول ملاقات در کجا کرده بودید؟ چگونه صورت گرفت؟ مثل همون فیلم ها بود یا اینکه تاجیکانه؟ نه اکی خیلی ما میدونید چه خیلی شد در استودیو یک دیگری دیگه. در وقتی رفت ترسم که از با میگن صنعتکار است. نه صنعتکار نیست. در رفتی کار او فهمید که ما همونجاییم. همونجا اومد. به همونجا اومد. ما کجا بودم که من اینسانا میگیرم. در استودیو ثبت آوازی سر محبت کرد. چی گفت؟ نه سر محبت نکرد. نگاه کرد که من چیکار میکنم اونجا. دید که من کار میکنم سرم خم تا ساعت 2 شب. زاپس کردیم ارانژировка کردیم کدام ایده بود اگر خطا نکنم آمادگی داشتیم. دیگه گفتی گپو مردا که زنگیرم ببینه که زنه کار رو در استودیو تا ساعت 2 3 شب روز میشت خوابم میگرفت کار میکردیم. ارانژировка سرودو یکم تاش خوب میومد یکم تاش خوب نمیومد. عصبی میشدیم دیگه قطیمون گپ زدن خینده کو بدم اون وقتی عصبی شد. گفتم این مردا که جو میگیره مراقبتی عصبم. کی نورم بیچارم ریسک کردم ریسکونی مردا بود چی بالا گرفت. ریسک کرده گرفت گفت بیام یک زن. بیا همین رو بگیرم. یک زن حافظه هم بگیریم چه کار میکنن؟ صنعت دوست می‌داره خودش صنعتکار مردم دوست می‌داره خدمت میکنه. بعد چون شما با توی ها میروید با کنسرت ها میروید من چگونه که شما گفتید تو ساعت 2 3 شب در استودیو میمونید رشک نمیکنن انتظار نمیشوند عصبی نمیشوند؟ حوزی کم کردگیم خیلی امو وقتایی که شوهر نکرده بودم وقتا همین تمام هستیم همین کار داده بودم مسئولیت کار و باری ایجادیات صنعت. بعدی که خیلی با زن اگر شوهر بکنه مخصوصا صنعتکار حافظه اگر زن باشه دیگه این چیزا را باید رعایت کنی. شوهر و فرزند و خونه را شکر خدا تا حاضر ایودهش برآمدم شکایت نداره شوهرم خیلی که ما مثال ایوده کار نمیکنم ایوده زندگی نمیکنم. باوری دارن که شما با او خیانت نمیکنید؟ نه باوری داره 100%. ما چون بسیار هنرمندان بانو رو ما میبینیم که خیانت میکنن به شوهرشون بعد جدا میشوند و باز شوهر خود رو گناهکار میکنن. نه ما این فکر ندارم. بعد تازه چی دیگه در گرد و گوشه اطراف ما
تمامی کسی که هست میدونه که من شوهر ما چه خیلی حرمت میکنم، چه خیلی دوست میدارم، چه خیلی به یکدیگر خوب هستیم. اگر شما فربه یا خراب شدن میخواهید، اگر موی سر شما میریزد و یا ریش خود را زیاد کردن میخواهید و یا در بدن شما سفید شوی پوست دیده میشود، پس به شرکت داروسازی صاف سودا مراجعت کنید. شما میتوانید معلومات مفصل را درباره داروها با زبان تاجیکی از سامانه صاف سودا .ru دسترس نمایید. چطور میدونن همه و خیانت کردنم نمیدونم اگه نکردم تا حاضر خدا هیچ وقت نکنم. خدا خوشا پیشم در هم یک شوهر قدیم. یک شوهر. بله. و از صنعت، از حساب صنعت چی به دست آورده؟ خانه، ماشین، مغازه، یگان فعالیت دیگر شده؟ از حساب صنعت به تمام چیز رسیدم. خانه را هم گرفتم یک خانه را حساب صنعت گرفتم. بله. حسابی که کاری کردم، فعالیت کردم، خانه را حسابی صنعتم گرفتم. فعالیتی که در افغانستان کردم. بله. افغانستان با دیگه شهرهایی که رفتم همش با مثال کنسرت و همه که کانترکت شرطنامه‌ای که داشتم حسابی همون. بعد خانه دارم شده. کارهای جدی میخوام خودم پیش میبردم، کلیپ سرودایی که آماده میکردم خودم میکردم، همش محتاج یگان کس نبودم، من خودم کار میکردم، خودم کارم پیش میبردم. اگر امروز شما رو به افغانستان باز دعوت کنم میرین برای کار؟ حاضرش نمیخوام. حاضرش پسر مایده، پسرچم از 2 سال نشده. حاضر نمیتونم. پسرتون کلام شود، شوهرتون اجازه میده شما رو که روید به افغانستان؟ شوهر اجازه نداد، نرفتم دیگه. نمیمونم. خودم هم نمیفرام موزی برم. برای چی؟ ممکن شوهر ما همی گپ نپرسیدم دیگه. برای چی که فرزند مایده که بود، فرزند چه میپرتای میره. برای اویله شیده میتونید که ترک صحنه کنید؟ ایره فکر نکردم. برای شوهرتون نگفته است که به خاطر من و فرزند شده دیگر سرود نخواندی و بس کن؟ نه نگفت. رفته اگر گوید و شما شرط گذارد که یا من یا اینکه صحنه، چیکار میکنی؟ نه ایشان تو حاضر در حیاتی من این کار نشده و نمیدونم موضوع ما باید چی جواب بده. از این برنامه رفتن یک فکر کنید. یکی رفت اگر همین شرط گذارن چی رو انتخاب میکنید؟ اویله یا اینکه صحنه؟ مثلا شاید به شما میگه که خیر مدینه بانو من تمام دنیا را گشته، کلیپ کرده، سرود خوانده، خانه گرفتید، من شوهر دارید، فرزند دارید، دیگر برای شما چی لازم همین سرود خواندن؟ راست میگن که شما همه چی را دیدین در همین دیگر چی لازم؟ بس کنید مثلا میتونید؟ نمیدونم راستی که هیچ جواب ندارم. خیلی اون برنامه دیگه تون فکر میکنم، بعد برنامه دیگه تون جواب میشه. و چون در پیش سال نو است، ترانه های نو گمانم که آماده کرده. بله. یک 2 سرودی نو آماده کردم، انشالله نصیب باشه در سال نو. در همکاری با کی؟ یک سرودش استادی خودم، استادی که شادروان سمندر میرزایف بود رحمتی، همون وقتا یک سرود داده بود. من همین سرود خیلی شیک در یادم همین سالی نو اومد. همین را آماده کردیم، ثبتش کردیم، همش آماده در سالی نو انشالله میخوانیمش، مردم تماشا کنن به ها بتیم. با دیگه سرودی که یالی آماده کردم از استاد گریزی رحمان است، سرودی خلقی. اینم کم کم آموخته شده است. خاکی سرودها رو ما آماده میکنیم، پیشکش میکنیم. آهنگ‌ها رو کی آماده میکنه؟ تنظیم موسیقی و سبک؟ تنظیم موسیقی را استاد اکه اهلیدین که ما یک رابطه خاص داریم، همراهشون اویلوی رفت آمد داریم و بسیار کارهایی که ما در جدای صنعت دارم. استاد بسیار اهلیدین دولت، بسیار اهلیدین دولت مرا کمک کرده است. کلیپ ها رو چی؟ بسیار می ندارم. کلیپ هایی که پیش آماده میکردم، بختیار جان آماده میکرد سفر و با بعد پسانتر با همکاری عوض جان اکی عوض همکاری میکنیم. برهان سفر بختیار بود، برهان بودم یا همین آدمایی که من همراهشون تا حاضر همکاری دارم. و فرقیت هنرمندان تاجیک را از افغانستان در چی میبینید؟ شما چون چندین سال اونجا بودید، میان ایجادیات اینا و اونا چی فرقیت است؟ اونا بیشتر میدزدن یا ما؟
من وقتی اولا میدونم که ما بسیار میدزدیم، وقتی آخر میبینم که اونا هم دزد شدن، از ما رو میدزدن. خیلی خیلی میگن تو میگه نزن در یک کسی میزنن در تکو باشه تا. اگه خیلی ما که دزدیم ورا میدزدن، ما که دزدیم ورا میدزدیم. اگه گپ درباره دزدی نیست اینجا و چه بگم فرهنگ و رفت اومد سبک همش یک خیلی بگویی که همون زبانی که ما میخونیم و هم میخونه که کم تلفظش فرق میکنه. یگان سخنایی که او میگن ما نمیفهمیم. اونا ادبی بیشتر میخونن، زبانی تاجیکی ادبی و زبانی دریقتی بیشتر میخونن. از ما بیشتر لهجوی هست. از خمون بسیار لهجوی هست. همین خمون نوحیورم بینه فرق میکنه لهجه‌مون گپ زنیمون. و صفت ثبت آواز، تنظیم موسیقی، ثبت کلیپ از ما بهتر است یا از اونا به اندیشه شما؟ به اندیشه ما از ما، برای که او به چه از روزی که جنگ است در مملکت و آزادانه خیلی فعالیت ندارن، همون کادرایی را ندارن که همین چیزا را تنظیم کنن و کار فعالیت پیش ببرن. آوازخونای او میان تاجیکستان خمون در کار را انجام میدن و بسیار خوشبختن، خرسندن صنعتکارای ما. بسیار صنعتکارای ما را دوست می‌دارن مردم افغان. چی پشت زبان باشه، چی افغان باشه، چی دیگه و دیگه. شما بیشتر از هنرمندان تاجیک کی رو دوست می‌دارید، گوش می‌کنید؟ ایدئال شما کی است در صنعت تاجیک؟ بله. از تاجیک‌ها از پیشتر شادروان نیگی در افغان دوست می‌دارم صداش و صداش هم دوست می‌دارم و شکل لباس پوشیش طرز لباس پوشی ملی که داره و از جوانایی که امروز هستن بانوان مردان از مرد طالب عبداللهیف صداش دوست می‌دارم. طالب عبداللهیف بعد مثال خیلی منیجر جون آوازی بسیار بهترین صنعت خوب داشت، آواز یک کمتر دم گرفته سیان رو ان شاء الله خدا کنه که بالای صنعت برویم. شما در افغانستان بودید، آوازه ها اطراف اون که برای چی ترک صحنه کرده است نمیگفتن افغانا؟ میپرسید مرا بسیار آدم میپرسید. حادثه را اونجا دیده بودن؟ نه بسیار آدم میپرسن. ما شخصا خودم حیات شخصا یک کس دیگه کار ندارم، برای هر کسی چیزی بپرسم میگم من نمیدونم. چه پرسید؟ برای چی من حق ندارم حیات شخصی یک کس دیگه کاردار شم. برای که من یک گپ دروغ بگویم. بگم که برای که من ندارم همون انسان چیزی زندگی داره پیش خودم یک گپ بگم که در حیات همون ضرر بیاره. من خصلت‌هایی را دارم که چیزی را ندارم نمیگم. یک وقت اوضاع بود که اونجا بیا شوهر افغان کرده است، شاید شما یگان خبر شنیدید از اونجا؟ من شخصا نمیدونم در جون. من این کارو ده یک خاراکتری دارم، خصلت دارم که همین چیزا ده من این سر سواد نمیکنم گفتی رسو. و از همه ترانه دوست داشته خود شما که به دل شما نزدیک است از ایجادیاتتون کدام ترانه است؟ همش یک خیلی دوست می‌دارم. خیلی مادر که فرزند داره همش دوست می‌داره. او یگام سرودی مو به زحمت نمیشه. مثلا ترانه‌ای که شما رو بیشتر میانی مخلصان معرفی نموند. من فکر میکنم هر یک هنرمند ترانه مخصوصی دارد که او رو بیشتر میشنوه و دوست می‌دارد از آن که از حساب همون ترانه مردم رو شناخته. یک سروده که در سراینده سال خوانده بودم، سرودی در فیلارمونی برگزار بود، اگر بیاتون باشه شمارم. بله ما اشتراک داشتیم در اون کنسرت. بدین شما من؟ بله. گفتمش تو از من مرا خیانت. اما سرودم خیلی چشید نام کشید. خیلی من فکر میکنم کدام سرودی که میبرم یک به حد میار یک 50% جای خچه میگیره در مبین مردم، در مبین اون نفرانی که ما را گوش میکنه. با مردمی هست که گوش نمیکنه، مردمی هست که دوست میدارن. تا این یگان کار فعالیت زندگی به کمبودی نیست. ممکن ما هم کمبودی داشته باشیم یگان بله کارای نو تمام داشته باشه. یک ترانه داشتید که خیلی غم در خاطرتان باشه و سرودی افغانی آمیخته تاجیکی و افغانی. همون اگر امکانیت باشد برای مخلصان 4 مصرع با آواز زنده می‌سرایید بهتر میشه. کلیپ اون رو ما تماشا کردم، خیلی با صفت بلند از جانب برهان سفر و خطا نکرد. بله بله. این سال میدونی یک چند سال پیش قبل بود. تنظیم موسیقیش هم خوب بود. تنظیم موسیقی رو که کرده بود. تنظیم موسیقی کامران جان قلندرف کردگی که من همراهی او هم با همراهی پدر و مادرش صنعتکاران رفت آمد داره. صنعتکارای خوبه. کامران جان تنظیم آرنجروفکش کرده است و آواز علیشیر جان زایپس کردگی و کلیپش برهان جان آماده کرده است. همه سرودی کلمش
به زیر لب عزیزم بگو چی غم داری، دلی مرا برده ای ملی به مردم داری. همین را در نظر دارید. بله. خیلی هم خشیده باید بوده. و برای مخلصان شاید که برنامه ما رو از افغانستان تماشا میکنند، علاقمندان هنر شما رو چند سال است که ندیدن، چی پیام داری، چی گفتنی هم به مردم افغان و هم به مردم تاجیک؟ انسان باید یک خصلت داشته باشه که انسان باید انسان دوست بداره. بله. به هر نوع نباشه. من چی مردم افغان چی مردم تاجیک دوست می‌دارم همشه. مردم افغان من از مردم افغان خفه نیستم، برای چون بسیار مرا حرمت و احترام کردن. یک جای خاص داشتم در کابل مخصوصا، از هیچ کدامش خفه نیستم، همشه دوست می‌دارم و یک تشکری زیاد و خاصی دارم که به همش میرسونم، همش دوست می‌دارم، حرمت و احترام کردن مرا خفه کردگی نیستم. یگون کس مرا خفه کردگی نیست. و پزمانی همون استیجی که بودم همراه او، استیج یعنی صحنه‌ای که بودم، بله. پزمانش میشم یگون وقت. چون در پیش سال نو است، همگی هنرمندان ترانه‌های نو ایجاد میکنند و بهر بریدگی خاطر مخلصان یکی از ترانه‌های جدید خود را با طریق آواز زنده 4 مصرع اگر امکان باشد زمزمه میکنید، به همین بعد برنامه را جمع بس خواهیم کرد. همون سرودی که در سال نو اجرا میکنم نه؟ بله. امو را گفتنی حتما سال نو 2021 نه؟ امی سرود استادم سمندر میرزایف، امی سرود یک بار خچون خوندگی رومدگی بود اصلا وقتای دورای سیوز 4 مصرع سرود نوی خود را در عرفه سال نو بهر مخلصان با آواز زنده اگر امکان باشد. حتما. من وقت درباره عشق و عاشقی و زندگی میخوانم. این زمستان این سال نو چه خیلیش کشید که یک سرود درباره باران میخوانم. باران یکمین بار است که من درباره فصل مثال باران تیرمو زمستان خونده ایستم. حتما میخوانم. باران شب غوغا کند برگذر، باران شب غوغا کند برگذر، با پنجه و بال میزند بامو به بامو در بدر، با پنجه و بال میزند بامو به بامو در بدر. باران 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 باران. سلامت باشید، زنده باشید. ای با 4 مصرعش دوامش خیبت در ثبت ببینید. سامانه یوتیوب تماشا میکنید. حتما. بار دیگر خوش آمدید به برنامه چهره آشنا. بینندگان عزیز، اگر شما نیز در باره هنرمندی دوست داشته تا معلومات گرفتن میخواهید، پس در کامنتاری های برنامه ما نام هنرمندی دوست داشته خود را نویسید. ما حتما درخواست شما را به نوبت میگیریم و در برنامه خود هنرمندی پسندیده تان را دعوت میسازیم. مهمان ما بودند طول چند لحظه بانوی هنر مدینه سعیدزاد. بار دیگر خوش آمدید. زنده باشه برای دعوت. همیشه هم خیلی برنامه خوب داشته باشین و تمام صنعتکارانی که در تاجیکستان از چین بیرون درون خداوند همشون به یک خلای بلند برسن، همراه شما بله. همکاری مستقیم داشته باشه. در کارهای من بعده شما باری ها خواهیم. زنده باشه. برنامه چهره آشنا بود. خیر تا برنامه دیگر.